اگه دارین میرین سفر رو دوست دارین بعداً سفرتون رو با دوستاتون به اشتراک بذارین یا یه خلاصه مثل یه سفرنامه چند دقیقه‌ای داشته باشین، از برنامه ریلیو استفاده کنید. اپلیکیشن ریلیو مثل اینستاگرام یه شبکه اجتماعیه که آدما تجربه سفرها و مسیرهایی رو که رفتن به اشتراک میذارن. کار کردن هم باهاش به شدت آسونه. شما یه پروفایل داری که تکمیلش میکنی، بعد قبل از هر سفر لوکیشنت رو روشن و دکمه ضبط کردن رو فعال میکنی. حالا برنامه تمام مسیری رو که میری و ضبط میکنه. در طول سفر هم نیازی به اینترنت نداره، ولی آخر سفر باید اینترنت داشته باشین تا یه خروجی ازش بگیرین. در طول سفر هم هر چقدر دوست دارین عکس و فیلم بگیرین، بعداً حتما لازم میشه. در انتها نتیجه سفر یه فیلم کوتاهه که اول نقشه سفر شما رو به دقت رسم میکنه، بعد هر تصویری رو که داشته باشین در نقطه خودش نشون میده. ضمناً خروجی رو میتونین توی خود برنامه یا شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک بذارین. میرین سفر یا ما رو هم ببرین یا بگین کجا میرین ما هم بیاین.